قیام حماس آفرین 24 هوت هرات. تاریخ دفتر پرحادثه است که در صفحات آن مردمانی را می‌یابیم که با خون خویش حماسه‌های جاودان آفریدند. افغانستان سرزمینی است که در هر برگ از تاریخش ردی از رشادت و غیرت مردمانش به چشم می‌خورد. در این میان هرات، این دیار کهن و پرغرور، بارها و بارها شاهد ایستادگی و پایداری فرزندان خویش در برابر یورش بیگانگان بوده است. از چنگیزخان مغول تا امپراتوری بریتانیا، از صفویان تا قاجاریان تا ارتش سرخ شوروی، همه برای تسخیر این سرزمین کوشیدند، اما هیچگاه نتوانستند اراده خلل ناپذیر مردمانش را در هم بشکنند. قیام بسیار هوت هرات پژواکی از فریاد عدالتخواهی مردمی بود که دیگر تاب تحمل ستم و استبداد را نداشتند. این قیام نه تنها یک حرکت اعتراضی بلکه طلایه‌ای از مبارزه تمام عیار علیه سلطه کمونیسم و دخالت بیگانگان در سرنوشت افغانستان بود. قیامی که با دستهای خالی اما با قلبهای آگنده از ایمان به پا خواست و جهان را به حیرت واداشت. هرات، شهر دانش، عرفان و سلحشوری، در آن روزهای تاریک بار دیگر به گهواره مقاومت بدل شد. مردمانی که از دل تاریخ با آموزه‌های معنوی و دینی خویش پرورش یافته بودند، در برابر ظلم ایستادند. بانگ الله اکبر در کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر طنین انداز شد و خون فرزندانش صفحه دیگری از حماسه مقاومت را نگاشت. این قیام برخاسته از وجدان بیدار مردمان بود که نمی‌خواستند زیر یوغ استبداد کمونیستی سر فرود آورند. نظامیان مسلح به سلاح‌های مدرن در برابر مردم قرار گرفتند که تنها سلاحشان ایمان و عشق به وطن بود. اما همان مردمان با دستان خالی ارتشی را به لرزه درآوردند که گمان می‌کرد هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد. فداکاری‌های مردم هرات در 24 هوت نه تنها تاریخ افغانستان بلکه تاریخ مقاومت جهانی را دگرگون ساخت. این رویداد نقطه آغازین شکست کمونیسم در افغانستان و زمینه‌ساز سقوط اتحاد جماهیر شوروی شد. آنچه در این نبرد نابرابر رقم خورد درس جاودان برای آیندگان است که آزادی همواره با خون و ایثار به دست می‌آید. اکنون در بازخوانی این رویداد سترگ نه تنها به گذشته می‌نگریم بلکه به آینده نیز می‌اندیشیم. قیام 24 هوت هرات یادآوری این حقیقت است که ظلم و استبداد هرچند قدرتمند باشند اما در برابر اراده پولادین مردمان آزاده سرانجام زانو خواهند زد. این حکایت جاودان مردمی است که تاریخ را نه با کلمات بلکه با خون خود نوشتند. تاریخ افغانستان پر از حوادث و تحولات بزرگ است، اما برخی از این رخدادها به نقطه عطفی در مسیر آزادیخواهی ملت تبدیل شده‌اند. یکی از این رویدادهای حماسه قیام خونین 24 هوت مردمی ولایت هرات است که همچون مشعل فروزان در صفحات تاریخ این سرزمین می‌درخشد. پس از کودتای نظامی 7 ثور 1357 و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق و پرچم افغانستان با حمایت اتحاد جماهیر شوروی، تاریکی ظلم و استبداد بر این سرزمین سایه افکند. دولت کمونیستی با سیاست‌های ضد اسلامی و خلاف فرهنگ مردم آتش خشم ملت مجاهد افغانستان را برافروخت. از قیام مردم ولسوالی زیرک در پکتیا تا قیام مردم در ریسوف در سمنگان، از ایستادگی و قیام مردم چهارکن در بلخ تا قیام مردم فراه و قیام مردم ولسوالی خوریان، شعله‌های مقاومت در سراسر افغانستان زبانه کشید. اما قیام 24 هوت مردم هرات حماسه بی‌نظیر و خونین‌تر از همه بود. دلایل شکل‌گیری این قیام‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد. 1. سیاست‌های ضد اسلامی حکومت کمونیستی که موجب خشم مردم متدین افغانستان شد. چرا قیام شد؟ من که روسا توسط یک کودتای به 7 ثور و افغانستان اجیران خود موفق کردن و جنگ در افغانستان از نظر فکری شروع شد. مسلمان ها در هر گوشه و کنار کارهای روسا که انجام میدادن نیکویش رو محکوم میکردن.
شعار اولشان این بود که اشتراک زمین و زن و زر. وقتی دارایی و اقتصاد و عفت مردم مشترک باشه خودش مشکل خود داره. فرمانهای صادر کردن به اشتراک زمین، همه زمین های مسلمان ها را هرچی بود غصب کردن و سر افراد تقسیم کردن. شرکت ها و داریای عام المنفعه مشترک مسلمان ها را هم گرفتن. بعد از باز شمار فرمان دیگه داد که مهریه هر زن 300 افغانی است و جبر و اکراه هر نسبت به قضیه داشتن. این فرمانها وقتی که صادر شد هر روز بر ذهنیت مسلمان ها نسبت به جنایت فکری از اینها تزیید می شد و هر جا می گفتن خدایی نیست و ما مثل علف سبزیم رشد میکنیم، خوش میشه میرین. هم از وجود پروردگار منکر بودن و هم از قیامت و هم جنایت میکردن. برای هدف رسیدن به اهداف خود هر مسلمان چه شخصیت علمی بود، چه شخصیتی بود، چه شخصیت اقتصادی بود میکشتن. حتی در اواخر دیگه این گپ نبود، هر کس رو میکشتن. ما در منطقه هرات که جای داریم برای تجلیل 24 عهود، اون مسلمان هایی که زنده به گور شدن بعد از پیروزی وقتی که ما در سال 71 جان موفق شدیم، مسلمان ها با کفش های شپات موتری یعنی چوپان ها، مردم ها کارگر، همون مسلمان ها در اونجا اجساد اینا بیرون میشد با کفش ها و با لباس های کارگری. نه که اونا تاجر بودن، نه که اونا قماندان بودن، نه که یا شخصیت ها بودن. اینا مردم زنده به گور کرده بودن و اجساد اینا کشیده شد. اونا میگفتن که ما لباس برهنه میدیم، کفن بود، نان میدیم برای اینا، اون برمی بود و این جنایات. بالاخره این جنایات اوج گرفت، هر روز کشتار و هر روز جنایات. بعد مسلمان ها جمع شدن، جمعی از حقیقتای جهادی فکر کردن که چی کنیم. در رأس گل محمد تیزان، معاونش حاجی علی خان، افراد احمد خان دینو، کمال خان دیگه، اینا از گذاره بودن. احمد خان حاجی سیب برادر ما، واب خان رباط میرزا، اینا از گذاره بودن و این قیام تنظیم شد و قرار بود که یک هفته پیش انجام شود. 2. تلاش برای تحمیل ایدئولوژی کمونیستی و سرکوب ارزش‌های فرهنگی و دینی مردم. این شب واقعا اینطور شب به تاریخ بشریت وقت ورق زده شود، از وقتی که انسان‌ها در روی زمین به وجود آمدن، شب مشابه به این شب هیچ ملت و امت فکر نمی کنم که با این حجم بزرگ جنایت روبرو شده بوده باشند که ملت عزیز جهادی هرات این شب پشت سر گذاشته. به این مناسبت است که این شب باید در لابلای اوراق تاریخ تنها نمانه، بلکه این شب باید زنده در قلوب نسل مردم زنده بمانه و این شب تا آخر آن نه تنها مردم هرات بلکه همه مردم افغانستان به دعا و نیایش باید به پایان برسند. 3. ظلم، شکنجه و بی‌اعتنایی به خواسته های مردم که خواهان عدالت و آزادی بودند. کار نکردم، چه کار کردم که مر میکشه؟ همه رو بکشتم، قرآن رو میگذارم بلای لغت میکنم، بالا میشم به میز. اونا همه رو میکشم، چون میکشه. تو به ایران رفتی، گفتم به ایران که کفر نکردم رفتم، همه میره به ایران چه کاره؟ گفت نه، شما از جمله کشتنیایی، از جمله دیگر از 100 تا بکشتم و به جاول سال بودیم همیتونه. گفتم پناه با خدا دیگه، هرچی که طرف خدا باشه. سر صبح چه پا خورشم برفتم بازار، دیدم که عبدالله خان علی کوزه‌ای و ارباب سلطان و مولی مولا نعمت الله و همه کمر بازار شیشته و کاکا خبر داری که مردم بگرفتم بکشتم. نه کشتم. گفتم بدرشم هرچی که چو و چماغ بفهمیدیم، کلنگ و تبر توفنگ هر چی داریم بر علی عزیز بکش مردم رو بار کرد. بعد از اون که بیامدم مردم بره،
از دشت و صحرا عمومی توفنگ و ایتا بود که روز بود ساده ویجا با عقل بشر نمی گنجید. گفتم بکنم پولار که ما تانگار ندیده بودیم کوکو. پولار هرچی که بود پولار بکندیم همین مسلح و شمشیر و بل و کلنگ هر مولای 100 نفر یک پول پخته اینا رو بکندم. 4. جنایات گسترده علیه علما، بزرگان قومی و اندیشمندان که به دستگیری، شکنجه و اعدام آنان انجامید. شنبه 24 هوت با یک جمع کثیری از امت از دیو و شهر ریختن، با تفنگ کنا داشتن. یک تفنگچی مضر بود و چوب به دست اینا بود. بعضی 11 تیر و 6 تیر و کربین هم بود دیگه. باز از طریق دروازه قندهار که سمت جنوب شهر هرات میشه، اینجا کاربار میگن، این مردم این مسلمان ها سرازیر شدن به شهر و ما همه داخل شهر آمدیم به منطقه کاربار. و در منطقه کاربار جهاد شروع شد. افراد حکومت با ماشیندار که بعداً فهمیدیم که اسم از این ماشیندار چی می باشه، ماشیندارهای تابگی میگفتین، با یادتیرا اینا آمدن پیش روی مردم رو بگیرن. اما ای طوفان که دیدن آمدن سر کاربار، اونجا قبیداری ها هست و جاهای عمیقی سنگر گرفتن. با این سنگرگیری وقتی مسلمان ها ریختن اینا رو چی داخل شهر چی از بیرون افراد مسلح کشته شدن، دستگیر شدن و چیزی امثال خورا گذاشتن. تانک ها با ماشیندار فیر میکرد. تانک ها با ماشیندارایی که داشتن مثل که شما در یک جماعتی 1000 نفری بدون با نظر داشت هر چیز رکبار کنین میرسانه که چقدر تلفات میشه. باز اینجا همی تانک و هرچی که کشت نشد بالاخره مسلمان ها یازدتیرا و کلاشینکوفایی که داشتن و همون تانک در گرفت. ما اینجا در همین منطقه ماموریت پلیس در به قندهار بود. این ما دوستایی که اونجا بودیم داخل شدیم و سلاح اینا رو گرفتیم. اینا تسلیم شدن، اینا جنگ نکردن دیگه. تانک دیگه اینا رفت. باز اینجا حرکت کردیم آمدیم طرف چوک شهر کنه که مسلمان ها چوک شهر کنه رو وقت گرفتن و سلاحشان گرفتن. باز آمدیم به دروازه عراق مقاومت کرد. نفر به اندازه زیاد بود که سر شانه ها اگر را میرفتین سر شانه های مردم پای گذاشته میشد. یک قدر نفر زیاد بود و رکبارها و کشتار و عجیب و غریب. اولین نفر که پیشم شهید شد و جیسب عبدالرحمن مومن از قالی فروش شهر بود. مرمی روی شکمش اصابت کرد. با خواستیم که همین جا را به یک چی بسته کنیم، گفت نکنیم که شهادتون تأخیر میشه. و اولین زخمی برادر علی خان که معاون می حرکت 24 بود قرار داشت. شهر گرفته شد تا ماموریت ها و آنچه که در شهر بود گرفته شد و ما رفتم به نماز پیشین که نماز پیشین بخوانم. باران آمد، مسلمان هر کس سمت نماز نرفت، شهر چیزی نمانده. هر کار کردم که نماز بخوانم به جنوب دیگه لباسا نشد. بالاخره جا نماز خود لنگ زدم، نماز خواندم چون همه سر تا پا خون بود. باز بیرون شدین، شهر تمام شد، قماندانی گرفته شد، مبعث چی شد دیگه فرد و شام شد. مردم از ولی سوالی انجیل از سمت شرق و از سمت غرب به شهر ریختن. گذرگی ها که هم آماده بودن. شهر من این سکول رفت. تعداد خونها و تعداد شهدار کس نمیتونه بگه. ماشیندار ببینیم، توپ ببینیم، تانک ببینیم و پارچای گوشت هجومی رو ببینیم. مسلمان ها گرفتن. ما داخل جاده ها با سنگ ها پر کردیم که تانک ها دیگه صبح نتونه بیاین. یک متر هر که سنگ آورد و جاده های منتهایی داخل شهر هر جا انداختن. درخت های نجور انداختن که تانک ها نشه. صبح که دیدیم تانک ها آمدند بالای همیه، تا صبح هم فیر بود. بالای همی تانک ها مثل که موتر از یک جاده یک پلوش را برای اینا تیر شدن. دیروز مرکبار بسته میکردن و امروز با توپ میزدن. تحمل سخت است دیدار او روز و شهدای او روز و حالتی جان گوشای او روز. نیست توان زمزمه انسان بیرون است. و آدمی که نان داشت نان خود میداد، نون و نان نمی فروخت. بازار چیزی که نبود، همه وقف بودن.
یک هدف بود که چطور بگن لا اله الا الله و چی زودتر شهید بشن. 5. وابستگی کامل حکومت وقت به اتحاد جماهیر شوروی و تلاش برای تغییر هویت ملی و مذهبی کشور. حاج مدنی خدا بیامرزه بیامد خدای 30-40 تا موتور به نام غلام بچه غلام صدیق سکلساز. این بچه یاد داره موتور خدای اینایا. این بیامد گو کاکا ما بیامدیم که تو به همه جا مجاهدی بیامدیم ما به دیدن تو شما نمیدیم. خب خوش آمده 30-40 موتور همین جگا بیامدم خیلی نفر مجاهدایا. بعد از او کاغذ نوشته کرد بداد به دست همی غلام مولا صدیق حالا هست اونجی خدای نفرا گو بریم چند نفر بیاریم که دادگاه سری. من دیگه نو خوش آمد کردم ورخستون گفتم بچه بستاد کاغذ که سه کردن دیدم نوشته یک به نام نورات حاج محمد غلام سرور عالم غلام سید متوجه شدم غلام سرور خان اینو کاغذ بدرم. کاغذ که بدردم حاج مدنی ورخست خدا بیامرزه گو بیا که دست برادری بده که مردی به اون کاغذ مرکز نمیتونست بخونه. تو بدرندی معلوم که مجاهدی. گفتم اینا کشتنی نیا اینو نفهمیده. اگر اینا کشتنی کاکا همه رو میکشم. اینا کشتنی نیا ما اینا رو نمیکشیم برادر. با کشتن چیزی نمیشه. گفتم بنابر دلایل مذکور بود که مردم مجاهد افغانستان در نقاط مختلف کشور دست به قیام و ایستادگی در برابر ظلم و الحاد زدند که قیام 24 اوت هرات از گسترده‌ترین این قیام‌ها محسوب می شود. من روز جمعه جامع مسجد جامع هرات که روز دومی است خطیب واعظ شهر دوباره اعلان جهاد کرد و مسلمانان شهر گرفتند. پای حصار تانک و روسا با هر چی که بود روبرو به سمت تقریبا شرق قلعه اختیار الدین میشه. اینجا روسا با افرادی که بودن سوختن. به نظیر باز جناب امیر سیب اسماعیل خان، شهید علاءالدین خان، توران خوجه، جمعی از منصبدارای مسلمان دیندار و دیندوست داخل فرقه کودتا کردن. توپچی را بستن و قماندانی فرقه را آتش کشیدن. بعضی که آتش کشیده شد روسایی که اینجا بودن فرار میکردن توسط از جوانا کشته شدن. هرات من حیث مجموع فتح شد. نه فرقمان، نه نظامی، نه ملکی، نه اداری و هیچ. مسلمان هر که در جا به خود لقمه و نان می آوردند و منصبداران می دادند. یک هفته کلا شهر هرات دست مسلمان ها بود و هر برادر تشنه شهادت بود. و حاجی قلن فروش بعدی که شهید شد میخواستیم انتقالش بدیم. گو انتقال ما رو ندیم که ما در غزوه احد قرار دارم هر چیز زودتر شهید بشم. عشق و علاقه مسلمان ها یک چیز بود که لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد در نتیجه چی شد؟ یک هفته هرات کلن پیش ما بود. او وقت تایپای 530 این مخابره عمومی ما بود. 530 میگفتم آنتنی بالا کرده بودیم. تمام رازها افشا بود. از کابل تیاره آمد و نفر آورد که میدان هوایی هرات پیاده کنه. خود مامورین و منصبدارایی که داخل میدان هوایی بودن با این تیاره فیر کردن و اجازه ندادن که اینا فرود آیند. گفت چرا شما ما رو اجازه نمیدین؟ گفت به شفر گپ دادن. گفت آره گپ شفر تیر شده. باز این تیاره پس زمین نشستند و رفتن. گفت ما مجاهدین میکشه حالا اقل ما هم قدر آبرو و عزت سنی و اسلامی داشته باشیم که شما کافران رو نگذارین که بیاین با کمک کرد از این کافرای دیگه. خلاصه شهر خلاص شد. هرات با ولسوالی‌هایش، با ولسوالی کروخ برادر ما حاجی وزیرخان که هنوز حیات دارن و جمله قایدین 24 هود در ولسوالی کروخند زنده هستند. با ولسوالی پشتون زرقون نبی جان طالب و احمد خان و جمع از اونها که هنوز نبی جان طالب الحمدلله حیات داره. با ولسوالی غوریان خواجه سیب زبیولا جمعی که اونا فوت شدن بعضی شهید شدن. خلاصه هرات با تمام ولسوالی هایش با تمام استودارش گرفته شد و جایی برای پایگاه روسا هیچ نماند. در آن روز تاریخی مردم هرات بی سلاح اما با فریادهای الله اکبر و عزم راسخ و میدان مبارزه قدم نهادند. دیدم اول خدا همون مجاهد بود
و فی سبیل الله ما گروگرام نبودیم، از کسی نمیپرسیدیم که تو چی، تو افغانی، تو تاجیکی، تو چی، تو چینی. ما بیامدیم دو تا مجاهداییم، نماز که بخوندیم یک دیگه هم بخوند، گفتم برو، گفت اگر، گفتم خب ما همین میخونیم، شما مو رو گذاشتیم، ما نقدشتیم، خدا یک قبل یک بار او چی گفت جواب می گفت شما هم خوب نماز خوندم، من لعنت خدای بزرگ که نماز شما میخونن نماز می ای گفت برای جا گفت لعنت خدای بزرگ که نماز شما میخونن نماز می. ما گروگرام نبود. از 4 دروازه شهر، درب قندهار، درب خوش، درب عراق و درب ملک، مردم به سوی مرکز شهر سرازیر شدند. آنچه را که عواقبش از نظر دیدگاهی که روسا پخش کردن و ما در کتاب آتشکده نفت به دست پیروزی سال 71 به دستم رسید و مجلات روسی را مطالعه کردیم، ایست که روسا بعد از اینکه این شکست مفتضحانه را دیدن، به این یقین شدن که اگر ما حرکت قیام هرات مهار نکنین، نه که ما افغانستان را دست دادین، ما در واقع کل کشور و اتحادیه روسی که 25 جمهوریت دست ما است همه را دست میدیم. و 4 روز اینا پیاپی جلسات داشتن نسبت به این قضیه. اول ترکی هم به اینا میگفت که ما دیگه توان نداریم، گفت ما اصلا به هرات نه که توان نداریم، دیگه هیچ نوع کاری کردن نمیتونیم. با روسا تانک و جت و هلیکوپتر و امکانات دادن. اول بمی 4 روز پیاپی صحبتشان بود. اول سلاح و امکانات نمیدادن، باز که دادن، باز سلاح دادن، باز این بود که باز به 6 سال بعدی هجوم آوردن. این قیام 24 هود که در برج هود قیام های دیگه هم شده، جایگاهی است که 1 هفته تسلط، تمام منطقه گرفته، تمام امکانات نظامی هرچی داشتن از بین رفت و مسلمان ها در هر گوشه و کنار از سلاح‌های فرقه و از سلاح‌ها و امکاناتی که داخل شهر بود مسلح شدند و یک قوت فیزیکی تسلیحی به دست آمد و مسلمان ها در سطح منطقه اونها یک قوت شد و یک به همه مردم افغانستان آدرس داد که شما میتونین به پیروزی های برسین. و نتایج چند چیز میتونه باشه که میتونیم او را از بخشای قرآنی بگیم. یک، قرآن کریم خط اولش است که لا ریب فیه، این کتاب در تمام ابعادش در روش هیچ شک و شبهه‌ای نیست و نتایجش هم آمد. اول مسائل توازن و قدرت رو ببینیم. روسا با تمام امکانات نظامی و مدیریت نظامی، ماها که 11 تیر یاد نداشتیم، 5 تیر یاد نداشتیم و کلاشینکوف که به دست ما آمد، من نمیفهم که چطور فیر میشه و دست یک برادر میدادیم. مرمیایی که خلاص میشد نمیفهمیدیم که دیگه چطور مرمی میشه. یک مردمی که هیچ اراده جنگی ندارن و سیستم جنگی رو نمیفهمن، با یک هیولای جهانی منطقه‌ای پیروز میشن. این معلوم است که ما نیستیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. این آیت پروردگار است و این مصداق کتاب الله العزیز است. دو دیگه چی میرسانه که مرگ ها پس و پیش نداره. ما در اون روز پیش و ما اطراف ما تعداد شهدا را شماره کردن نمیتونم و جمعش هم کردن نمیتونم و گفتم نمیتونم. حالم میمانه که شهیده شدم و این عمر ما رفت و این درجه نبردیم و ساعت اشکای همه مسلمان ها میره که ما چه وقت شهید میشم. مرگ پس و پیش نداره و به اختیار انسان ها نیست. و الا بعد از 24 هود تا حالی که 46 سال میشه در سنگرها چقدر بودیم و چقدر مرمی خوردیم و پایم قطع شد، پیشوریم چقدر شهید شد، اطرافیم چقدر شهید شد، چقدر مدانات اطرافم چقدر بمبارد شدیم، چقدر تانکا ماندن. قرآن میگه که مرگ پس پیش نداره. واقعا قیام 24 هود به عنوان یک فتحی از فتح مثل فتح مکه که به جهان کفر فتوحات داد، دریچه داد، این فتح برای جهان اسلام حقانیت قرآنش، حقانیت پیامبر عزیز، حقانیت شریع عزیز و حقانیت تمام متوحدین تثبیت کرد. کمونیستی که بوق صدای دنیا بود و خاکستر ساخت، بزرگترین بت را شکست داد. الله ذوالجلال قادر لم یزال را تثبیت کرد و قرآن کریم ما میگه که الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، آنانی که به غیر خدا اتکا میکنن
اتکایشان مانند اتکای تیمان خانه کلاش است. خانه کلاش از خود کلاش از عنکبوت دفاع نمیکنه و عنکبوت از خود خانه خود دفاع کرده نمیتونه. هیچ کدوم از هم دیگر دفاع کرده نمیتونه. نه تانک‌ها روسا را نجات داد و نه روسا تونستن تانک‌های خود و نیروهای خود میگیرند. آنها با دستهای خالی اما با قلبی پر از ایمان در برابر ماشین جنگی شوروی و دولت کمونیستی ایستادند. دولت کمونیستی به رهبری نور محمد ترکی با وحشیگری بی سابقه دستور سرکوب خونین قیام کنندگان را صادر کرد. هواپیماهای جنگی شوروی و نیروهای زمینی بیرحمانه و کشتار مردم بیگناه پرداختند. پس ایتا جهاد کردیم، اما به مال مردم جهاد نکردیم، به مرمی مردم جهاد نکردیم. پول لوکا کردم، گفتم بیایم همه بیایم کنار ببر کلتوس بسو. گفتم نه، من پول مردم نمیستونم. کلتوس 130 روپیه خریدم، گوسفند کنیم 1000 روپیه دادم. خدایا اگر همینا به رضای تو بوده، از این بیشتر دیگه جیرخونی نمیتونی. شهید دادیم، برارا شهید دادیم، جوانار شهید دادیم، تکه تکه شدیم. تو 130 روپیه خریدم، به روز خدا قاضی شم همه شهادت خواه به دیوالا غلاوی بری برزدم و بدویدم که لا اله الا الله محمد رسول الله. برادرها اطاعت کنیم، برادرها شیعه سنی افغان تاجیک ازبک هزاره همه یک مسلمانه، همه با هم دیگر بنره الله اکبر الله اکبر کنیم. جهاد فرض به زن و مرد. ما جهاد کردیم، جهاد فی سبیل الله. نه کس از دست ما شکنجه دید، نه خدای ناخواسته که 1 درهم کسی از ما بستونده سر مار بزنم انشاءالله برای خدا جهاد کردیم. از کسی پول نستوندیم، به هر چی دادیم از جان خود دادیم، هر چی خدمت کردیم از جان خود، شهید دادیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. تا زمان دنیای جهاد هست، جهاد میکنیم، اولاد ما جهاد کنه، ما میکنیم، به زبان، به قلم، به دعا جهاد میکنیم. در این حمام خون بیش از 24,000 تن از مردان، زنان، کودکان و پیران هرات به شهادت رسیدند. خون آنها خیابان‌های هرات را رنگین کرد، اما هرگز روحیه مقاومت را در دل مردم نکشت. قیام 24 اوت نه تنها نقطه عطفی در تاریخ افغانستان بود، بلکه آغاز پایان حکومت‌های کمونیستی و سقوط اتحاد جماهیر شوروی را رقم زد. این قیام الهام بخش مبارزات بعدی شد و سرانجام در 8 ثور 1371 آخرین حکومت کمونیستی به رهبری دکتر نجیب از افغانستان رخت بربست. شبیه سر پیگره بودم و دلم سخت بود که ما چطور میشیم و تاجیکستان آزاد شد، ازبکستان آزاد شد، ممالک به توسط جهاد افغانستان آزاد شد و ما آزاد نشدیم، هنوز جنگ داریم. دومی آیه مبارکه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله را دوباره میخوانم و ختمش اسم این کلمه المرسلین، ختم قصه، یعنی مثل که انبیای پیشین امت کمشان و جماعت کمشان بر کافرای مسلح و هر چیز کامیاب شدن، امت تو ای پیغمبر عزیز، ای رسول خدا، ای محمد رسول الله پیروز میشه. و بین برفا وقتی آمدم، وقتی باز تفسیر باز کردم که قصه این حسین با آخرش هست، ما به اون یقین شدیم. یعنی ایمان ما بود، ایمان ما تکرار شد و کل آیه میرسانه که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. اذن الهی و قدرت الهی بود که ما پیروز کرد و یک مشت ضعیف معدودی که در جغرافیای کره زمین در پهلوی روسا مثل که در یک خانه یک سوزن بگذاری از نظر عده و عده نمیباشه. به همه حال الله ذوالجلال از او شکر میکنیم که ما را در همون صف آورد و حمد او را میگیم که در مقابل بخشای جهادی قرار داد. اگه طول عمر ما شد و نعمت عمر زیادی شد، کار خیر و کارهای جهادی بیشتر شده، این لطف اوست. اما آنچه عاشقش بودیم و هستیم که نشد و رنجای روز ما را خسته کرد. آمدن خبیثای امریکایی و دیگه و شرایط فعلی کشور برای هر مجاهد و برای هر مسلمان دردآور است. جمعی قیام مردم هرات حماسه است که تا ابد در تاریخ این سرزمین می‌درخشد. آنها با خون خود درس آزادی و مقاومت را به نسل‌های آینده آموختند. امروز هرات همچنان به عنوان نماد شجاعت و ایستادگی در قلب تاریخ افغانستان می‌تپد و یاد شهیدان قیام 24 اوت همواره زنده و جاودان است.
اما خون شهیدان بذر آزادی را در خاک افغانستان کاشت. قیام 24 هود نه یک واقعه گذرا بلکه آغاز فصلی از مبارزه بی‌امان بود که سرانجام به پیروزی حق بر باطل انجامید. این قیام نوای بیداری ملت بود که دیگر هرگز تن به زنجیر استبداد نداد. از کوچه های خونین هرات ندای سادگی برخاست و جهان شنید که ظلم هرچند مستحکم باشد سرانجام فرو خواهد ریخت. این قیام نه تنها پایه های کمونیسم را لرزاند بلکه برای تمام جهانیان پیام روشن داشت. آزادی میراثی است که تنها با فداکاری و ایمان حفظ می شود. نام هرات و قیام کنندگانش جاودان خواهد ماند. تاریخ داستان شجاعان را فراموش نمی کند و نسل‌های آینده از این حماسه بی‌بدیل الهام خواهند گرفت. قیام 24 هود فروغی است که در تاریکی‌های تاریخ روشنی بخش راه آزادی است.